معترضان ترکمنهای ولایت بلخ در رابطه با پیوند ربوده شدن عبدالرؤف 9 ساله حرکت‌های مدنی خود را ادامه می‌دهند و این حرکت‌های معترضین سبب شده که معین ارشد وزارت داخله افغانستان و معاون ریاست عمومی امنیت، رئیس عمومی تروریسم و چندین هیئت‌های دیگری را پایشان را از مرکز به مزار شریف کشاند. معین ارشد وزارت داخله افغانستان در رابطه با این مورد چنین میگوید: من حیث یک فرزند عسکر شما که آمدیم به خاطر خدمت به شما و همکاری با شما، توانایی صحبت ها و شکایت های کلتون داریم. جوانایی که صحبت کردن و درد دل خود گفتن، ما حاضر هستیم که به تمام شکایت هایی که اینا چی در ارتباط به قضیه اختطاف فرزند ما، چی موارد دیگه که اینا اشاره کردن، به کلش حاضر هستیم که نزدیک بشینیم، بشنویم و در برابر هر موضوع پاسخگویی کنیم. و این ناشی از مصداقت از قوم است که تمام گپای خود به شکل علنی میگه. حمایتشان از ملت، از حکومت است و درد دلشان است که ما توانایی شنیدن کل حرفاتون داریم و ما حاضر هستیم که علاوه از اینکه اولی به تیم 15 نفری که خانواده طفل اختطاف شده ما تعیین میکنه باشون صحبت میکنیم، سایر مواردی که جوانان ما دارن ما حاضر هستیم، پاسخگوی هستیم. حکومتتان شما انتخاب کردید. اما احساسهای جوانان ترکمنهای افغانستان در رابطه با اختطاف شدن عبدالرؤف جان داشتند اظهار نموده و در مورد قضیه عبدالرؤف 9 ساله که تا حال هیچ اقدامی صورت نگرفته و میگویند در حال تهدید هستند. معین صاحب، سر حاکمیت ولایت بلخ یک حاکمیت دیگر وجود داره. این دلیل جوانان عمومی ترکمنان است که شما یا نهادهای کشفی هنوز نتوانستند. برای ما پرسش هم میشه، ما تهدید شده رایستیم اما ما نمیترسیم. ده سلواری به غیرتی مرگ نه مگزوانانو تا یا واری غیرتی مرگ خده ده قربانی ده تیاریو و معین صاحب لالای تکبیر. اسدالله عطار یکی از اعتراض کننده های جوانان ترکمن های افغانستان است و هیئتی که از مرکز به بلخ فرستاده شده از رئیس جمهوری اسلامی افغانستان سپاسگزاری نموده و میگوید تا عبدالرؤف جان به خیمه تاسون نیاید خیمه را برپا نخواهند کرد. قسمی که شما آگاه هستین که یک هیئت بلند پایه که به شمول معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله، معاون ریاست عمومی امنیت ملی، رئیس کشف وزارت داخله، به اینها به خیمه تاسون امروز آمدن. ما اولا در این قدم از جلالتمآب رئیس جمهور محمد اشرف غنی اظهار سپاس ابراز میکنم که به خاطر عدالت خواهان، به خاطر مبارزین امروز در ولایت بلخ یک هیئت بلند رتبه را بر ما رایی کردند. ما جوانان تصمیم گرفتیم که این خیمه تاسون را تا که عبدالرؤف جان 9 ساله بر ما صحیح و سالم به دست ما نیاید، ما خیمه را از در مقام ولایت بلخ عصا نمیکنیم. و اضافه میکند اطمینان کامل دارند که این طفل به خیمه تاسون و با آغوش فامیل خود پس برمیگردند. ما جوانان تصمیم گرفتیم که این خیمه تاسون را تا که عبدالرؤف جان 9 ساله بر ما صحیح و سالم به دست ما نیاید، ما خیمه را از در مقام ولایت بلخ عصا نمیکنیم. امروز روز 15 عدالت خواهی مردم شرافتمند ترکمنهای افغانستان می باشد و بالخصوص زونه شمال و اینجا شب روز اینجا به خاطر عبدالرؤف جان عدالت خواهی خودشان را اعلام می‌کردند و به مقابل حکومت و به مقابل حاکمین ولایت بلخ. و این روز البته دین روز بود که شما خبر بودیم، البته چندین مقام های بلندپایه از مرکز به مقام ولایت بلخ
فرستاده شده به خاطر قضیه عبدالرؤوف جان که عبدالرؤوف جان پیدا شده و به فامیل خود برگرده و امروز آن هیئت‌هایی که مقام‌های بلندپایه بود البته در خیمه پیش قوم‌های ترکمن‌های افغانستان حضور داشتند و البته اطمینان دادند که تا چند روز آینده انشالله کارهای خودشان جدی کار میکنند و انشالله عبدالرؤوف جان البته پیدا کرده با فامیل و به این خیمه به پیش قوم ترکمن ما تسلیم میکنند. فیض الله ترک، مزار شریف، مقام ولایت بلخ.